تلگرام کانال نکستا یک پایگاه اطلاعاتی نزدیک به مخالفین بلاروس نسخه نامه رسمی سردار اداره راه آهن بلاروس و ام مروزوف به رئیس کمیته اجرایی شهر گرودنا ام بیرون نشر کرد. در نامه گفته می شود که شب 18 دکبر ساعت 23 و 21 دقیقه به ایستگاه گرودنا از روسیه یک قطار راه آهن با 243 شهروند تاجیکستان همه مردان می آید. از شهرداری گرودنا خواسته شده است که با مقصد پیشگیری از بحران انسانی بعد آمدن قطاره راه آهن در خود وокزال این شهروندان تاجیکستان را با خوراک و لباس مخصوص تامین کنند. چون که می نویسد سردار اداره راه آهن بلاروس بنا به معلوماتی که جانب روسیه ارائه می کند این افراد در یک حالت مرکب اجتماعی و معیشی قرار دارند. مروزوف می نویسد که اداره راه آهن آمدن این قطار با 243 شهروند تاجیکستان را بر اساس نامه سردار دپارتمنت شهروندی و مهاجرت وزارت کارهای داخلی از 6 دکبر برنامه‌ریزی کرده است. مقامات رسمی بلاروس و روسیه این خبر را تا حال شرح ندادند. شهر گرودنو در 15 کیلومتری مرز بلاروس با پولشا و 3 کیلومتری مرز با لیتوا جایگیر شده است. مقامات این دو کشور عضو اتحاد اروپا مقامات بلاروس و همچنین روسیه را به هدفمندانه به مرزهایشان انتقال دادن هزاران پناهجو و مخصوص ایجاد کردن بحران مهاجران در اروپا عیبدار میکنند. ورشاوا و ویلنیوس از جمله بلاروس را به آن عیبدار میکنند که پروازهای مخصوص را از شهرهای عراق تشکیل کرده با هواپیما از خاورمیانه پناهجویان را آورده به مرز اتحاد اروپا میفرستد. ولی این بار اول است که درباره انتقال متشکلانه یکباره 243 پناهجوی تاجیکستانی از روسیه به مرزهای بلاروس خبر نشر می شود. مدیر بنیاد همگرایی فرهنگی در پولشا محمد جان کبیروف در صحبت با ازدا تیوی گفته است به پناهجویان تاجیک در شرایط کنونی استفاده قلمرو بلاروس را برای رسیدن به اروپا مشورت نمی‌دهد. توصیه من به شهروندان تاجیکستان و دیگر شهروندان کشورهای سابق شوروی این است که به تبلیغات مهاجرت آسان و وعده زندگی خوب در اروپا باور نکنند، چون که به دام قاچاقبران گرفتار شده مورد سوء استفاده قرار خواهند گرفت. در این هوای سرد زمستان جانشان را در عذاب نمانند و در خانه‌های گرم خود شینند، چون کشور بلاروس از مهاجران همچون ابزار فشار به اروپا کار میگیرد و خیلی از پناهندگان به امید مهاجرت به اروپا در مرز بلاروس در هوای سرد بند ماندند و بیش از 10 نفر جانشان را در جنگل‌های سرد و باتلاق‌ها از دست دادند. مهاجران تنها با استفاده از راه‌های قانونی به اروپا سفر کنند و برای مهاجرت به اروپا از راه‌های بلاروس استفاده نکنند. در تیر ماه سال جاری مقامات پولشا درباره بازداشت دست کم 5 شهروند تاجیکستان با اتهام کمک به انتقال غیر قانونی مهاجران و پناهجویان به قلمرو این کشور خبر دادند و هشدار دادند که خارجیانی که برای کمک به انتقال غیر قانونی مهاجران به دست میافتند از پولشا اخراج کرده خواهند شد. دست کم 2 نفر از تاجیک‌های در پولشا دستگیر شده را الکی اخراج کردند.